سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، امروز میخوایم ادیت ویدیو رو براتون آموزش بدم که چطور میتونیم استوری بسازیم. خب در قدم اول داخل برنامه وین میشیم، یک عکس انتخاب میکنیم، میایم اینجا. خب الان میتونیم اینجا تنظیمش کنیم. خب دوستای عزیز، اینجا میتونیم کم زیادش کنیم و میبینیم که یه علامه کم و زیادش میکنه و ثانیه هایش برای ما و شما زیاد کم میکنه. خب دوستای عزیز ببینین قسمی که میبینین یا حالا یک فشار میتین. بعد از این طریق میتونیم ما و شما یک صدا یا موزیک یا هر چیزی که میخواییم به ویدیوی خود اضافه کنیم از اینجا انتخاب میکنیم. خب دوستای عزیز، از ما براتون چند صدا رو باز میکنم چون صداش قطع است نمه. از یک ویدیو یا موزیک صوتی هر چیز باشه میتونین شما اضافه کنین به عکس خود یا ویدیوی خود. خب دوستای عزیز، من از یک آهنگ انتخاب کردم به ویدیوی خود. حالا اوکیش میکنیم و سر عکس خود اضافهش میکنیم. منتظر میباشیم تا این درصدش پر شه و بعدش به ویدیوی ما شما اضافه میشه. خب بعد از اینجا میایم آهنگ اولی لوفر علیکان. بعد از اینجا انتخابش میکنیم، میتونیم از اینجا هم کمی زیادش کنیم و بعدش میتونیم سر ویدیوی خود بانه میشه. خب از اینجا انتخابش میکنیم تا آخر میمونیم که بریم و بعدش اینجا میایم به ویدیوی ما شما اضافه میشه. دو بالا برای ما شما نشان میده میوزیک خود که میتونیم تنظیمش کنیم چه قسمی کم زیاد شود و کجای ویدیو قطع شود چه قسم شود میتونیم از اینجا قطعش کنیم. خب دوستای عزیز ببینید از اینجا فیلترها و رنگ هایی که به عکس یا ویدیو خود میتونیم اضافه کنیم از اینجا میشه که استفاده کنیم دوستای عزیز. خب بعد از اینکه فیلتر به عکس ما اضافه شد که یک شکل ویدیو خود یک چی بتیم مثلا چه قسم براتون بگویم که یک فونت دیگه مثلا یک حالت بتیم. حالت های زیاده هستن میتونیم ازش استفاده کنیم و برش حالت بتیم. بعد از این میاییم ای قسمت که ما میخواییم این ویدیو رو به چی بسازیم. میتونیم به یوتیوب، به تیک تاک، به هر چیزی رو بخوایم دیگه. مثلا میشه که ویدیو خود درست کنیم و اورجینال بانیمش بهتر است. و بعد میایم در قسمت زوم. اینجا میتونیم عکس به هر قسمه که بخوایم که چه قسم عکس در استوری یا در یوتیوب برای ما نشان داده شد همون قسم میتونیم که تنظیمش کنیم و دیگه بعد رقم دل خودمون. و بعد دیگه میایم کیفیتش بالا میکنیم، دانلود میزنیم و منتظر میباشیم تا به گالری ما اضافه شود. اگر از ویدیو خوشتان آمد حمایت کنید.